یک شخصی در فضای مجازی همه رو شوکه کرد. اعلام کرده ایران بیشتر از 200,000 موشک داره. ما بالای 200,000 موشک بالستیک داریم. بالای 600,000 موشک داریم. چند لحظه صبر کنید. 200,000 موشک؟ یعنی زیر هر کوه، داخل هر تونل قرار یک موشک پرتاب بشه. یعنی ایران بزرگترین زرادخانه تاریخ بشر رو داره. اگر این درست باشه یعنی آمریکا، روسیه و چین باید جلوی ایران زانو بزنن. اما این ادعا آیا واقعیت داره؟ بیاین با اعداد و منطق بررسی کنیم. طبق گزارش مؤسسه بین‌المللی IISS که تحقیقات نظامی انجام میده، اگر ایران حدوداً ماهی 50 موشک تولید بکنه، برای رسیدن به عدد 200,000 تا باید 333 سال بدون توقف موشک تولید کنه. حتی بیاین خوشبینانه فکر کنیم. فرض رو بر این بگیریم که در ماه 500 موشک تولید میکنه. باز هم 33 سال زمان میبره. یعنی عدد 200,000 تا هیچ جور از نظر نظامی و هزینه با هم نمیخونه. از نظر اقتصادی هر موشک حدوداً $200,000 در میاد. یعنی 200,000 تا موشک معادل میشه با 40 میلیارد دلار. 2 برابر کل بودجه نظامی ایران. حتی از نظر فضای نگهداری هم همچین رقمی ممکن نیست. ایران حدوداً 30 شهر موشکی شناخته شده داره. خوشبینانه ترین حالت میتونه 50,000 موشک ذخیره کنه، نه بیشتر. برای ذخیره 200,000 تا موشک باید 60 شهر موشکی غول پیکر در اختیار داشته باشیم که فعلا مدارکی وجود نداره. به نظر من عدد 200,000 موشک یعنی راکت ها و هر چیزی که میشه پرتاب کرد رو حساب کردن. نظر شما چیه؟ خوشحال میشم بنویسید.